گوش کن ای دوست من با طرب، شرح از احوال زنان عرب. در عرب پیش از ظهور مصطفی بر زنان می شد بس ظلم و جفا. بود پیش از حضرت خاتم المآب در عرب جان زنان اندر عذاب. جان زن در معرض آفات بود، بلکه زن در حکم حیوانات بود. دختر می شد از بهر کسی، زین مصیبت می زد اندر سر بسی. تا 40 روز آن عرب در اندرون، از خجالت سر نمی آورد برون. این همان قصه هایی که جمعه پیشین از تاریخ دوره جاهلیت عرب، از دوره هایی که پیش از اسلام حال زنان چگونه بود و شما خواندیم. این در مصرع های شعری البته در آوردگی هست. تا که از لطف الهی شد عیان، طلعت پیغمبری آخر زمان. مکه را از روی خود پر نور کرد، از عربها این صفتها دور کرد. گفت حکم الله این است ای کرام، باید زنان را نماید احترام. این زنان خوشبوی چون ریحانه اند، این زنان شمع و چراغ خانه اند. زن اگر موجود در عالم نبود، در زمان 1 نفر آدم نبود. دختران را دوست دارید از وفا، سلمه وارد نیارید از جفا. هر که از خود دخترش را شاد کرد، خانه خود در بهشت آباد کرد. هر زن دارد تقاضای حقوق، دختران را هستند دارای حقوق. من ز دنیا دوست دارم 3 چیز، عطر و نماز و زنانی با تمیز. هست جانم زیر پای مادران، جان فرزندان فدای مادران. هر که نیکویی نماید با عیال، یابد اندر نزد حق رزق حلال. ای زنان و دختران شادی کنید، همچو سروی سوسن آزادی کنید. هست پیغمبر طرفدار شما، فاطمه نیز در بهشت یار شما. دختران را مصطفی آزاد کرد، جمله زنهای عرب را شاد کرد. مرد و زن گویند تا یوم القیام، بر محمد مصطفی بادا سلام.